این دیدبانگاه طالبان است. آن را در روبروی ناحیه دروازه تاجیکستان می‌سازند. نوشته در کوهپایه در نزد این دیدبانگاه نگرانی ها را در تاجیکستان به بار آورده است. می ارسلان یا مهدی ارسلان لقب محمد شریپوف زاده ناحیه نورآباد است. طالبان در اداره مرز افغانستان به او مقام دادند. تاجیکستان سالها باز او را به اتهام تروریسم جستجو دارد. مقامات تاجیک میگن به مثل مهدی ارسلان بیش از 200 شهروند تاجیکستان در صف طالبان هستند. از آنها طالبان تاجیک نام میبرند. به گفته مقامات تاجیک با جای دادن آنها در مرز تاجیکستان ناباوری به طالبان و خطر از افغانستان بیشتر می شود. طالبان این را رد می کنند. ما اجازه نمیتیم که از خاک افغانستان کنیم تهدیدی ما متوجه باشه و هر موضوع و هر تشویشی که داشته باشن آنها اگر به ما رسمی و صحبت کنن انشاءالله قناعتشان فراهم خواهد شد و ما تدبیرات رفع میسازیم. دومی که در کدام پاسگاه نام نوشته شده باشه به نظر ما کدام کسی هست که در میان سوء استفاده میکنه یا تشویشایی را به بار میره. از اون لحاظ هم باید از حکومت تاجیکستان میخوایم که با حکومت ما رسمی وارد گفتگو باشه، وارد تماس باشه تا اعتماد میان دو طرف به میان بیاید. به نظر می رسد حکومت تاجیکستان به این وعده های طالبان باور ندارند و بارها گفتند که حکومت این گروه را در افغانستان به رسمیت نخواهند شناخت. کارشناسان به این نظرند که طالبان اویغورهای زیر پیگرد چین، ازبک‌های عضو حرکت اسلامی ازبکستان و تاجیکان عضو سازمان ممنوع انصارالله را به خاطر فشار به این کشورها نگه می‌دارند. کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، چین مسائل اقتصادی را دیده ایستادند و اگر مناسبت زیش بین این کشورها شود بعد از اون من فکر میکنم که آنها مسئله استرداد این تروریستان رو مثلا به میان میگذارند. باز پس نمیکردن آنها رو تا آنکه بین تاجیکستان و افغانستان حالا آنها امارات میگویند مناسبت خوب شود. مقامات تاجیکستان گفته بودند که تا طالبان حکومت فراگیر از جمله با اشتراک تاجیکان تأسیس ندهند آنها را به رسمیت نمیشناسند. از سوی حرکت طالبان اجرا نگردیدن وعده‌های قبلیشان آید به تشکیل حکومت فراگیر همه‌شمول با اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی افغانستان باعث نگرانی جدی گردیده است. طالبان حکومتشان را همه‌شمول می‌دانند. جابجا کردن تاجیکان تحت پیگر در مرز با تاجیکستان ظاهراً اختلاف نظر میان دوشنبه و طالبان را عادی کردنی نیست.